مثلا مهمونی میریم خونه هم دیگه، دیدیم وقت شب کسی جایی میمونه، اولین سوالی که ازش میکنه میخواد بغلش لگد که نمیزنی. آدم حس الاغ بودن بهش دست میده که نکنه این منو با چی اشتباه. یکی از رفقا میگفت 8 ماه تموم توی لاین من با یه دختر چت میکردم، بعد از 8 ماه برام یه کامنت فرستان که عزیزم تو رو خدا منو ببخش، دروغ کوچولو من بهت گفتم تو این مدت. گفتم عزیزم قربونت برم، همینقدر که خودت صادق بودی و بهم گفتی میبخشم، فقط بگو دروغت چی بود. بعد میگفت نوشت که من دختر نیستم پسرم، 47 سال ماتور. چه گلا سر این رفته. قاضی قدیم قبل اینکه معلم بیاد سر کلاس بچه‌ها کاغذ میجویدن، توفی میکردن، میزدن به سقف. معلم میومد این شل میشد به بس یقش هر رو کر میخندن. یادم پشت این پنکا میشستیم یه ساعت چه بازی ما قدرش رو ندونستیم واقعا. یه موزیک شاد با لحظه‌های پرمهر شما طبقه بالا مامان